کلمه دین در بر میگیرد معنای خضوع، فروتنی و اطاعت را. پس شناخت دین اسلام در اینجا شناخت دین اسلام با دلیل ها در اصل دوم، یعنی با برهان بر اساس قوی کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و اقوال سلف صالح، نه به تقلید. دین اسلام با تقلید نمی شود، بلکه با دلیل قرآن و سنت، با فهم سلف امت. این پس ما گفتیم شناخت دین اسلام. معرفت را گفتیم علم است به معنای ادراک واقعی. دین را که فهمیده به معنای خضوع و فروتنی است، راه زندگی است، سرنوشت حقیقی است. اما اسلام باشد، اسلام معنای اسلام علما می‌فرمایند که استسلام لله بالتوحید، یعنی که تسلیم شدن در برابر فرمان الله با توحید، استقرار و تسلیم شدن به الله با توحید، یعنی قبول کردن و انقیاد در بیان معنای کلمه لا اله الا الله، و این معنای اسلام است. و انقیاد الله بالطاعه، انقیاد، اتباع و اطاعت از او سبحانه و تعالی با اعمال عبادت ها. انقیاد الله بالطاعه، با طاعت، فرمانبرداری از او سبحانه و تعالی با طاعت، عبادت و عمل به فرمانده های او سبحانه و تعالی و رسول او صلی الله علیه و سلم، و براءت من الشرک و اهله، و بیزاری جستن از شرک و اهل شرک. پس این معنای اسلام است. پس معنای اسلام چی بوده است؟ تسلیم شدن در برابر فرمان الله با توحید، اتباع و اطاعت با اعمال با عبادت از الله سبحانه و تعالی، و براءت، بیزاری جستن از شرک و اهل شرک. پس اسلام در مجموع از 3 ارکان عظیم عبارت است: توحید، عبادت و اطاعت و براءت از شرک. توحید به معنای استقراری و نفی شرک می باشد، اثبات عبادت از برای الله و نفی شرک و تسلیم شدن با فرمان الله سبحانه و تعالی با توحید. گفتیم در کلمه این معنای کلمه لا اله الا الله است. این معنای کلمه لا اله الا الله. لا اله الا الله میگیم، لا اله نفی میکنیم، رد میکنیم معبودان باطل را، یعنی نیست معبودی بر حق و جز الله، الا الله اثبات میکنیم، عبادت رو در الله سبحانه و تعالی در غیر او نفی میکنیم. و گفتیم اطاعت کردن به الله و رسولش، همه گونه نوعهای عبادت این اطاعت است، همه گونه عملهای پسندیده این اطاعت است، همه گونه نهی‌هایی که الله کردگی است، رسول الله کردگی است، این اطاعت است. براءت، بیزاری و بدبینی. براءت، بیزاری، بدبینی اول از قلب شروع می شود، سپس بر زبان میبراید، سپس اعضای بدن با آن عمل میکند با رفتار. بیزاری از شرک و اهل شرک، یعنی نفرت داشتن از شرک، چون زشترین عمل است. دور جستن از شرک، سپس عمل کردن با آنچه که توحید برای تو آورده است، کتاب الله برای تو آورده است. پس از این گفته ها برمیآید که اصل دین 3 پایه اساسی است. یکم توحید، ضد آن شرک است. دوم اطاعت و فرمانبرداری، ضد آن نافرمانی است با عبادت. سوم براءت از شرک، بیزاری جستن از شرک و اهل شرک. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث فرمود که من تشبه بقوم فهو منهم، هر کی با قوم مانند شود خود را مانند کند از جمله آنها قرار میگیرد. هر کس که با قوم مانند شود پس او از آنهاست، گفتند از جمله آنهاست، فهو منهم. پس این حدیث دلالت میکنه که مسلمان باید از شرک دوری بجوید، با اهل توحید باشد نه با اهل شرک، با آنها شباهت مانندی نداشته باشد، نه در اعتقادش، نه در افکارش، نه در گفتارش، نه در رفتارش. و دین اسلام از 3 مرتبه عبارت است. در اینجا گفت براءت من الشرک، گفته از شرک. وقتی که انسان این 3 عمل را اجرا میکند، توحید دارد، اطاعت فرمانبرداری دارد و براءت از شرک و اهل شرک دارد، پس مراتب دین رو باید از خود نماید، مرتبه های دین. و دین بر اساس 3 مرتبه بنا شده است، بر اساس 3 سطح، 3 پایه عظیم مستحکم بنا شده است. دین اسلام یکم اسلام است، دوم ایمان است، سوم احسان است. حدیث جبرائیل علیه السلام. تمام دین بر اساس این 3 چیز است. برای همین انسان باید این 3 چیز رو خوب درک نماید، اسلام را و ایمان را و احسان را، که هر یک این با خود مرتبه های دارد. کلمه مرتبه یعنی درجه، منزلت بلند، و هر این درجه و منزلت بلند، هر یک این سطح ها، اسلام، ایمان، احسان، رکن ها و ستون های دارد. که این راه انسان باید چوک نماید و این راه انسان باید بداند و بیاموزد و تعلیم بگیرد و بفهمد. هر مرحله ارکان و پایه های خود را دارد. و ارکان اسلام که بر همگان معلوم است 5 تاست، 5 تا رکن است. و دلیل این که ارکان اسلام 5 رکن اساسی دارد، گفته پیامبر الله صلی الله علیه و سلم است: بنی الاسلام علی 5. گفتن صلی الله علیه و سلم اسلام بر 5 چیز بنا شده است، بر 5 رکن اساسی بنا شده است. اول شهادت دادن به آن که معبود به حق جز الله کسی دیگری نیست و محمد صلی الله علیه و سلم بنده اوست. محمد صلی الله علیه و سلم بنده اوست. بنی الاسلام علی 5، بر همین چیز 5 چیز بنا شده است. اسلام ارکان اسلام است. پس اولی این چیز این شهادت است، کلمه شهادت، کلمه توحید، که این کلمه شهادت از 2 شاخه عبارت است: لا اله الا الله و محمد رسول الله. از 2 شاخه عبارت. رکن اول اسلام از 2 شاخه عبارت است. پس این رکن اولا تحقیق و یگانگی الله سبحانه و تعالی را بیان می‌نماید، توحید را بیان می‌نماید، و شهادت بر پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم را بیان می‌نماید. برای چی؟ برای آن که هیچ عبادتی در نزد الله سبحانه و تعالی پذیرفته نمی‌شود
مگر با این دو رکن اساسی. یکم اخلاص از برای الله سبحانه و تعالی، دوم متابعتی پیامبر صلی الله علیه و سلم، سپس برپا داشتن نماز، رکن دوم دادن زکات، رکن سوم روزه ماه شریف رمضان، رکن چهارم با ترتیب می آیند. و پنجم حج برای کسانی که توان آن هستند، توان آن را دارند. و اصل دوم شناخت دین اسلام با دلیل هاست. گفتم شناخت دین اسلام با دلیل هاست. اسلام یعنی توحید، اطاعت و براءت از شرک. و کلمه توحید دو رکن دارد، نفی و اثبات. چونه بیان کردیم لا اله تمام خدایان باطل تو انکار می‌نمایی، الا الله این عبادت در الله سبحانه و تعالی اثبات می‌نمایی. و گفتیم دین سه مرتبه دارد، مراتب دین: اسلام، ایمان و احسان. مرتبه اول اسلام است که از 5 پایه اساسی، پایه ظاهری هستند، عملی هستند، اثبات می‌شود: شهادتین، نماز، زکات، روزه و حج. پس هر مسلمان باید با علم، با اخلاص و با اتباع و پیروی از این رکن‌ها مسلمان بگردد. برای هر یک مسلمان لازم است که اینها را بیاموزد و با این رکن‌ها عملی اجرا نماید، زیرا ان همین رکن‌ها اساس بنیادی اسلامی بنده است. اساس بنیادی اسلامی بنده است. و اینجا مرتبه اول که مرتبه اسلام است و ارکانش را که دیدیم، و سطح بالاتر از این مرتبه ایمان است. سطح بالاتر از این، از اسلام، مرتبه ایمان است. و سطح بالاتر از ایمان دیده این مرتبه احسان است که اینها را ما بیان می‌نماییم. چون مؤلف رحمه الله تعالی اینها را زینه به زینه با ترتیب گویا برای دانشجویان آسان کرده است. اول اساس اسلام، تحقیق عقیده و توحید، سپس اساس ایمان و سپس بیان احسان.